روشنی روز تویی، شادی غمسوز تویی، ماه شب افروز تویی، ابر شکربار بیا. سلام و درود بیکران دارم خدمت تک تک شما یاران جان. امیدوارم هر کجا که هستید در کنار عزیزانتون حالتون عالی باشه و شاد و سلامت باشید. امروز غزل شماره 36 از دیوان شمس از حضرت مولانا خدمتتون میخونم. خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا. دفع مده، دفع مده ای مه عیار بیا. عاشق مهجور نگر، عالم پرشور نگر، تشنه مخمور نگر ای شه خمار بیا. پای تویی، دست تویی، هستی هر هست تویی، بلبل سرمست تویی، جانب گلزار بیا. گوش تویی، دیده تویی، وز همه بگزیده تویی، یوسف دزدیده تویی، بر سر بازار بیا. ای ز نظر گشته نهان، ای همه را جان و جهان، بار دگر رقص کنان بی دل و دستار بیا. روشنی روز تویی، شادی غمسوز تویی، ماه شب افروز تویی، ابر شکربار بیا. ای علم عالم نو، پیش تو هر عقل گرو، گاه میا گاه مرو، خیز به یک بار بیا. ای دل آغشته به خون، چند بود شور و جنون، پخته شد انگور کنون، غوره میفشار بیا. ای شب آشفته برو، وی غم ناگفته برو، ای خرد خفته برو، دولت بیدار بیا. ای دل آواره بیا، وی جگر پاره بیا، ور ره در بسته شود از ره دیوار بیا. ای نفس نوح بیا، وی هوس روح بیا، مرهم مجروح بیا، صحت بیمار بیا. ای مه افروخته رو، آب روان در دل جو، شادی عشاق بجو، کوری اغیار بیا. بس بود ای ناطق جان، چند از این گفت زبان، چند زنی طبل بیان، بی دم و گفتار بیا. بی دم و گفتار بیا. امیدوارم که به دلهای پاک و زلالتون نشسته باشه و آرزو دارم براتون که همیشه اوقات در عشق و نور و برکت الهی باشید. الهی آمین.